سلام، به این ویدیو خوش اومدین. امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. آقا من دارم میرم سفر. بچه‌ها دهنم سرویس شد. این با خودش حرف میزد. نگار ادعا میکنه که این بهترین هاتداگ جهانه. این آوتفیت چک ما. آی خیلی خوشحالم. دارم میرم سفر، دارم میرم پیش یکی از دوستام، دارم میرم هلند. دوست صمیمی عزیزم نگار که تو اوترخت زندگی میکنه و من قراره برم ببینمش و خیلی هیجان زدم. این ولاگ قراره ولاگ سفر باشه و الان بچه‌ها ساعت 10:24 صبح. من ساعت 2 باید ترمینال باشم، با اتوبوس دارم میرم. ساعت 2 باید ایستگاه اتوبوس باشم و هنوز این چمدونمه، هیچی نبستم و تازه صبح پا شدم رفتم همون موامو رنگ کردم دیگه. یه قهوه قهوه‌مو هنوز دارم. بعد قهوه ریختم برای خودم، قهوه بخورم و ساک بچینم چون خیلی دیر شده و واقعا اینطوری هم که میس نکنم دیگه، چیزی هم جا نذارم، برسم همه چیمو جمع جور کنم. That breath, you don't gotta change. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you do. آقا من بالاخره بعد از نزدیک 10 ساعت توی اتوبوس بودن رسیدم و بچه‌ها دهنم سرویس شد. وای خیلی بد بود. ببین اتوبوس خیلی بد بود، واقعا بد بود. یعنی در حدی که اول که من رفتم نشستم 2 نفر پشت سرم نشسته بودن که یکم ظاهر مثلا آشفته حال و اینا داشتن. در من گفتم خب اوکی و اینا، رفتم نشستم دیدم یه بوی خیلی بدی بود. گفتم این یارو این پشتیه منه، بوی اینه. بعد ببین داشتم دیوانه میشدم. بعد همشم نگران بودم که الان یه ویردوی بیاد کنارم بشینه و من دیگه چیکار کنم دیگه، مثلا این 9 ساعت بعد مثلا تمام کنم. بعد یه پسر اومد که آدم نایسی بود و اینا، گفتم خب خدا رو شکر. بعد اولین ایستگاه فکر کنم هانوفر بود یا کجا بود که پسره جلو خالی شد، این کلا رفت جلو نشست، من کنارم خالی شد. گفتم آقا ایول، من اصلا دیگه کنارم خالی شد و دیگه اصلا پامم دراز میکنم و میخوام و اصلا عالی میشه. بعد یه آقای اومد، یه آقا خانومی اومدن که مسن بودن و اینا، خیلی ظاهر کرکسیف و فلان و اینایی داشتن و بوی بد و فلان و اینا، اصلا افتضاح. اینا اون پشتیای من نه بعد از اونا نشستن، این کلا همه این آقا من دور من. بعد اینا هی حرف میزنن، آقای هی حرف میزنن. من فکر کردم داره با خانم حرف میزنه، یعنی فکر می‌کردم که اینا با هم دیگه حرف میزنن. بعد گذشت یه ایستگاه بعدی، اون دوتایی که پشت من بودن پیاده شدن، یکیشون که رفت جلو پیش اون پسر، اون یکی هم پیاده شد رفت، اینا اومدن جلو. نمیدونم چرا همینجوری رندوم خانم اول اومد جلو. بعد من اصلا بو اینا اصلا کلا داره من دیوونه میکنه فلان و اینا. ردیف بغلیم خالی بود، رفتم اون ردیف بغل، رفتم اونجا نشستم. من که رفتم اونجا نشستم یکم بعد آقای اومد جای من نشست. میگم که خود اون من تنها بودید، مثلا چرا باید میومدید تو ردیف جلوتر نشست؟ بعد ببین کل تایم این با خودش حرف میزد، بلند با خودش همینجوری حرف میزد نان استاپ. بعد اون وسط نمیدونم، بعد مثلا سرفه های بد میکرد، توف میکرد کف اتوبوس. بعد اصلا ببین وای خیلی کابوس شبام بود. بعد ببین یه تیکه یه چیزو انداخته بود، نمیدونم چی بود، داشت هی دولا میشد میرفت پایین، میاد کونش تو حلق من بود رسما، چون من این بودم این مثلا اینجا. ببین اصلا نمیدونی چرا. بعد دیگه من جیش داشتم چون ببین هانوفر وایساد و اونجا بعد میرفتم دستشویی. من پیاده میشم رفتم اونجا، پیاده نشدم به چند علت. یکیش این بود که هنوز اونقدر زیاد جیش نداشتم
بعدم اینطوری بودم که میس نکنم، خیلی استرس داشتم که حالا بری دستشویی بیای میس کنی به فنا بری، اتوبوسم که خیلی در پیکر نداره فلان و اینا. بعد اینجوری که کیفم که نمیتونم ول کنم و فلان و همه اینا. گفتم آقا ولش کن، من نمیرم دستشویی. ایستگاه‌های بعدی هم یه جوری بود که خیلی اصلا دستشویی ول این جایی نبود که بکنم بری دستشویی، چون یه حالت وسط خیابون طوری بود، شهرهای خیلی کوچیک و اینا بود. کونم هم درد می‌کرد از اینکه 10 ساعت نشسته بود. بعد این یارو هم هی با خودش حرف می‌زد، بعد این کارای چندشی می‌کرد، اصلا اینجوری برو. یه ساعت اینا مونده بود برسیم دیگه، کونه بیقرار داشتم که فقط از این اتوبوس برم بیرون. هی نگاه می‌کردم، هی اتوبوس هم مثلا می‌دیدم که داره دور میشه از مثلا چیز فلان و اینا. من چیکار دارم؟ من دوره داره عجیب غریب میزنه، هی گوگل مثلا میگه باید اینطوری بری. چیکار داری می‌کنی مرد؟ یه دیگه دون وایساد، گفتم که خب بعد من طاق بالا رفتم پایین، گفتم که الان میرسیم که مثلا یه دقیقه 2 دقیقه فاصله داره. بعد دیدم که این وایساد حیرون این وسط میره بیرون، گوشیشو نگاه میکنه. آدمایی که جلوتر بودن گفتن که این نمیدونه ایستگاه کجاست، نمیدونه که کجا باید بره ما رو پیاده کنه. اون برای ریل بودیم قشنگ. آره بعد من اینجوری بودم که یعنی چی نمیدونه ایستگاه کجاست؟ مگه یعنی منظورت چیه که نمیدونی ایستگاه کجاست؟ یک وانجا که ما رو بریم اونجا پیاده کنیم، از این نقطه بریم اون نقطه. بعد هیچی و واقعا نمیدونست و در نهایت ما رو یه جایی هم وسط پیاده کردیم. ما تو ایستگاه پیاده نشدیم، ما وسط خیابون پیاده شدیم. ولی من فقط اینجوری فقط بذار من برم بیرون. من فقط میخوام برم بیرون. خلاصه که این بود داستان من از برلین تا اوسلو. خیلی کفشاتو میپوشی؟ باید به مخاطبای میلیونی چنل من سلام کنی. سلام. خجالت نکش. آقا سلام از روز اول سفر. روز اول سفرمونه، داریم میریم. نگار برنامه‌ای مفرح داره برای من. الان می‌خوایم بریم صبحونه بخوریم و تو شهر بگردیم و تو سوشال میدم. تو شهر بگردیم و ببینیم دیگه. نمیدونم، برنامه‌ای مفرح داره برام. با ما همراه باشید. بچه‌ها نگار هر 5 دقیقه بار به من یه فان فکت راجع به شهر میگه و الان فان فکتی که بهم گفت اینه که این ساختمونه اینجا دوم تاور اگر که بیفته رو زمین تا اینجا میاد و ردش رو روی زمین کشیدن. بامزه. وارد همون چی بود اسمش؟ دوم تاور. اینجا دومکرک. اینجا دومکرک. وارد دومکرک شدیم و این اولین باره که من تو زندگیم وارد کلیسا میشم. نگار ادعا میکنه که این بهترین هات‌داگ جهانه. Moment of truth. خیلی خوشمزه است. ما رفتیم شهر رو گشتیم کلی، رفتیم صبحونه خوردیم، کلی شهر رو گشتیم، مغازه‌های مختلف رفتیم و فلان و اینا. بعد یکم خریدای جالبم کردیم که گفتم بهتون نشون بدم. حالا چیز زیادی نیست ولی به نظرم باحاله. اول از همه اینو ببین، خیلی خوشگله. این دسته گل رو برای داداش نگار گرفتیم به خاطر اینکه امشب اجرا دارن. یه بندی دارن که امشب قرار اجرا داشته باشن و ما قرار اجراشون بریم. من می‌خواستم براش گل بگیرم و نگار گفتش که آفتابگردون خیلی دوست داره، به خاطر هم براش گل آفتابگردون گرفتیم و
آره دیگه خیلی خوشگله. بعد من برای امیر احمد جوراب لیمویی خریدم. بعد از این وافلای هلندی خریدیم که الان با قهوه‌مون بخوریم. و یه چیز دیگه هم خریدیم. چی بود؟ آها، یه دونه گوشواره خیلی ساده خریدم، یه رینگ خیلی ساده که خیلی رندوملی دیدم، یه چیزی بود که نیاز داشتم خریدم. همین دیگه. الان جای قهوه می‌خوایم بخوریم، یه ذره استراحت کنیم، بعد دیگه عصری باید حاضر شیم بریم برای اجرای امیر همایون و گروهش و همین. آقا این آوتفیت چک ما داریم میریم کلاب اجرای این بچه رو ببینیم. اینم دسته گلش که دست منه و همین داریم میریم. Thank you everyone for coming tonight. This is Cream Cheese performing at Cream Fest number 2. We fought very hard to keep this creamy and free. No way this shit is real, but that shit is real.